سوال دیگری که آمده است گفته است که شخصی که سوره های قرآن را حفظ نداشته باشد آیا در قبر عذاب میکشد؟ یعنی برادران و خواهران عزیز، همه قرآن را حفظ کردن به ذمه ما و شما فرض واجب نیست، ولی همان مقداری را که در نماز ما و شما میخوانیم همونها را ما حفظ بدانیم و همونها را پیش یک اهل علم در هفته بگذرانیم تا که مقصد همون را درست خوانیم، همینش به گردن ما و شما البته ضروره. ولی هر کسی که اگر حرکت کند که آیت های قرآن زیاد بداند یا سوره های قرآن زیاد بداند، این با نور بالای نور می شود. از وقتش مردم دایم از دو سوره آگاه میکردن، یکی سوره یاسین، دیگری سوره ملک تبارک میگیم. یعنی از دو سوره بسیاری از مردها و بسیاری از زنها آگاهی داشتند. یعنی سوره یاسین از یاد میدانستند، همچنان سوره ملک یا تبارک میگیم، همین را مردم از یاد میکردن. برای همین اگر نفرهایی که این سوره ها را از یاد کنند، زیرا هر کسی که اگر در فضیلت این سوره ها هم حتی آمدگی است برای زنده و مرده ما و شما بسیار نفع دارد. حتی پیامبر گرامی در حدیث گفت است که هر کسی که سوره تبارک یعنی ملک هر شب اگر به شرطی که تلاوت کند، در همه آدم روشنی قبر و وسیعی قبر پیدا می شود. یعنی این سوره ها هم هر یک سوره قرآن به خودش فضیلت دارد. از همین لحاظ شما اگر از این استفاده برین بسیار خوب می شود. خب استاد میگویند که در بین عصر و شام خوردن، خوابیدن یا قرائت قرآن جایز نیست. آیا این حقیقت دارد یا نه؟ نه، البته اینا حقیقت ندارد. بین عصر شام مقصد خوردن یا نوشیدن، خوابیدن، قرآن خواندن، اینها در هیچ جای منعش نآمده است که بین عصر شما این کارا را انجام ندهید. ولی از بس که وقت در همین بین اندک که هست، شاید همین را اعتبار دانستند. ولی هر یک نفری که میخواهد که بین عصر شام یگان خوراک بخوره، یگان نوشیدنی را بنوشه، یا اینکه اگر به شرط یگان لحظه که بگه خواب کنم یا یگان پاره قرآن بخواند، یگان زیانی ندارد. او بعضی سفسطه هایی بود که بین عصر شام شما اگر خوراک بخورین یا بنوشین، گویا که اولادای شما را در جنت منع میکنن از خوردن، از نوشیدن، از حوض کوثر. اینها یگان اصلی ندارد. میگویند که خداوند 300 نام دارد. آیا این یگان اصل دارد یا ندارد؟ البته از روی حدیث هایی که امام بخاری و مسلم آورده است، الله مهربان 99 نام دارد. حتی پیامبر گرامی در حدیث میگوید که هر کسی که اگر این نام ها را حفظ کند، یعنی اینها را اگر حفظ کنین، از یاد کنین و اینها را شما هر روز اگر بخوانین، شما حتما داخل جنت میشین. برای همین 99 نامی که اگر چندی که از این دم بیشتر شهم، خدا رحمت کند دانشمندا و علمای ما و شما گفتن که از اینم بالاتر الله مهربان نامهاش هست. ولی اینه که 99 که در حدیث آمده است که برای ما و شما دیگر خیلی خبر معتمد است، ما میتونیم در هر قرآنای امروزه شکر خدای مهربان در پشتش یا در ورقش یا پیدا کردن نامهای الله مهربان بسیاره. برای همین حتما حرکت کنیم. بسیاری خواهرها از من میگن که ما را یگان چی تعلیم کن که ما آموزیم. این بهترین تعلیم همینه. شما حاضر یافتن یگان حتی همین اینترنت هم اگر نامهای خداوند بنویسید،
با عربی می نویسین، با فارسی می نویسین. راستی همین نامه ها می برایم. شما همین نامه ها را مقصد حتی از اینترنت هم گرفته میتونید. فقط پیش یک اهل علم دا برده درست همون ها را گذرانین و همین را حفظ کنین و دائم همین نامه های الله مهربان شما اگر هر روز به زبان بیارین، پیامبر گرامی بشارت داده است، گفته است که هر کسی که حفظ میکند همین 99 نام الله را او داخل جنت می شود. ما یک گروه مهاجران در روسیه در شهر مورمانسک هستیم. در اینجا 6 ماه شب است، 6 ماه روز ما نماز و روزه را چگونه ادا کنیم؟ یک مصلحتی. الحمدلله برادران عزیز در تمام روی عالم مسلمان ها زندگی میکنند، در همه گوشه و کنار دنیا. و الحمدلله که امروز مقصد تمام پروگرام های هست در اینترنت که شما در کدام شهر قرار دارین برای شما قبله را هم یابند میتن، برای شما ساعت های نماز هم یافته میتین. برای همین خواه روزه خواه شبه مقصد شما از روی ساعت انمون پروگرام هایی که در اینترنت هست، بعد در همون هر یک دولت مسجد ها هستند، نماینده مسلمان ها در اونجا زندگی میکنند، مرکز های دینی و اسلامی در اونجا هستند، اونها کلندر ها میبرارند. بینید در هر یک مسجد وقت های نماز هسته، شما از همونا استفاده برید. بسیاری برادرای ما در روسیه انو از ساعت های تاجیکستان میپرسند، دیگر اینجا را شما فراموش کنید، از ساعت اینجا فراموش کنید. این ساعت اینجا برای مردم تاجیکه، با ساعت مقصد ازبکستان برای ازبکستان است، ساعت مسکوش برای مسکو است. این روی دنیا در مقصد وقتها و شبها و روزها دیگر است برادر عزیز. برای همین باز میگم شکر الله که امروز همون پروگرام ها را از داخل اینترنت ها بیابین، هر یک شهر در همونجا می نویسیم برای شما. اگر به شرطی که مقصد یگان مسجد نباشد یا یگان مرکز دینی و اسلامی نباشد، اینترنت هست، شما از همون میتونید که مقصد بیابین و مراجعت کنید در همون اینترنت. برای شما مثال وقتا رو معین میکنن. لیکن امروز اگه تا این اندازه نیست، شهری نیست که در اونجا مسجد نباشد، شهری نیست که در اونجا یک بگیم که مرکزی مردم مسلمان نباشد. از همونجا رفته شما با موافق ساعت جدا میکنن. مقصد ساعتی اینا 6 اگر بامداد باشد، ساعتی مثال 2 پیشینه یا ساعتی 5 عصره، همون ساعت خدی رفتن میگیره. اگر شب هم که باشد شما هم پیشینه در ساعتی 2 معینش کرده، 3 معینش کرده، همون ساعت هم میخونیش. خب استاد، آیا در اسلام قصدگیری یا خنبه ها هست؟ قصدگیری نیست، لیکن خنبه ها هست. یعنی در اسلام خنبه ها داریم. ما این یک کتاب داریم در دستمان مختصر خودمان، یعنی داره کتاب دیت، یعنی همون خنبه ها. در اولین عبارش میاد که الدیت من الذهب 1000 دینار و من الفضة 10,000 درهم و من الابل 100. ببین همون دیت، همون خنبه ها وقتی که ما خطاً یک کسا نافهمیده، یعنی قصدن نه، در قصدن در عوض خونه، لیکن انا وقتی قصدن نه ما خطا میکنیم نافهمیده. انا اگر دست من یگان نفر کشته شید، مقصد دیتش خنبه هاش میگه انا یا 10,000 دینار یا 1000 دینار یا 10,000 انا که دینارش طلا میشود، یعنی 1000 دینار از طلا یا این 1000 دانه 1000 دینار از طلا شما نگاه کردم، انا 1 دینار 4 گرم و 25 میلی گرم است.
اگر این 1000 با 425 ضرب کنیم 4 کیلو 250 گرم می شود. خونبهای همون 4 کیلو طلا بگیم. انا از درم یعنی از نقره باشد 10,000. ایرم دیدم یک درم مذهب حنفی 3,125 میگه. 3 گرم و 125 میلی گرم. ولی جمهور باشد 2 گرم و 975 میگه. برای میره حساب کردم 31 کیلو و 250 گرم از نقره میشید است. یا طلا میتی یا نقره میتی یا 100 شتر میتی. همین خونبه ها های برادر عزیز. آیا در روز عید کار کردن جایزه؟ در همه روز اجازت است. روز عید حتی کسی که اگر وقت از همه مهم رفته عید شکی خان بعد عید برای با کار دنیایش کردن میگیره. هیچی باکی نداره. یگان زیانی نداره. بابا جان میگویند که در رمضان شیطان ها بسته می شوند. پس چرا در خواب شیطان زده می شویم؟ چرا در خواب شیطان زده می شویم؟ آیا در رمضان گناه های زیاد بکنیم؟ یعنی برادرمون سوال کرده است که پیامبر گرامی گفتند که اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه و غلقت ابواب النار و صفدت الشیاطین. وقتی ماه رمضان میاد درهای جنت گشاده، درهای عذاب الهی بسته و شیطان بسته شده. دادر عزیز، شاید که همون مراد از شیطان همون شیطان کلام باشد، همون عزازیل باشد، همون ابلیس باشد، همون افرید باشد. یعنی همون شیطان کلام بسته می شود. این شیطان های میده میده که مقصد اسکرای او به شمار می روند، شاید که اینهاش بسته نشود. من راستی با پرگی را نگاه نکردم. شاید انشاءالله خیلی در پیشم که سوال آوردن جواب گفتم، ولی با انشاءالله میبینم که اگر در اطراف این با چی در کتاب ها چی آمده است با برای شما جواب مکمل میگم. لیکن گمانم بر همه که شاید همون شیطان کلام بسته شود و این شیطان های میده ایش که هستند مقصد اینها کشاده باشند. یا شاید اگر همه اینها هم که بسته باشند ما در وجودمون هر کداممون جین داریم. اگر مقصد همین جین های ما که از حساب توفیق ما، تقوای ما، از حساب مقصد بندگی ما بیشتر اینها ضعف خودشون مقصد انا حس میکنن، اگر به شرط همین بندگی ما سوس باشد در همین رمضان همون کارهایی که در غیر رمضان میکردیم، همون بی‌پروایی، همون گناه ها، همون مقصد هر چیزی که بود میکردیم، در اینجا شاید همون جین های داخلی ما با یک باره قوت پیدا کنن و بعد ما و شما احتلامی شیم، ما و شما حقارت کنیم، ما و شما باز فریب کنیم، دزدی کنیم، غیبت کنیم، همون رو کردن میگیریم دیگه. لیکن انشاءالله باز من این مسئله را باز خدا خواهم میبینم.